سفیر تاجیکستان در چین تصدیق میکند که هفته روان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به جمهوری مردمی تشریف می‌آورد. به قول پرویز دولتزاده در برنامه سفر امامعلی رحمان در برابر شرکتش در نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر تسیندائو همچنین ملاقات با رهبر چین سی جینگ پین و زیارت از ولایت هنن این کشور جای داده شده است. به فکرم سامیت تسیندائو که 9 و 10 ایون برگزار می‌گردد با موفقیت و در سطح عالی خواهد گذشت. برای اولین بار در این نشست هیئت‌های 8 کشور از جمله 2 عضو نو حضور خواهند داشت. نشست چند سندی مهم و اعلامیه تسیندائو را به امضا می‌رساند. در این حجت کشورهای عضو نظر خود را درباره رشد اقتصادی و امنیت کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای و رشد دوامدار منطقه ابراز خواهند داشت. با استفاده از فرصت سفیر تاجیکستان خاطر نشان کرد که 20 ایون با تشبث حکومت تاجیکستان و سازمان ملل متحد در دوشنبه کنفرانس بین المللی زیر عنوان آب برای رشد دوامدار برپا خواهد شد که در آن 1000 نفر از 100 کشور عالم و از جمله یکچند رهبر دولت و سازمان‌های بین المللی اشتراک خواهند کرد. در این محفل مسائل مربوط با حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی بحث می شود.